گرامی، برنامه اخبار از تلویزیون تاجیکستان در استودیو سناور عبدالحمیدова. خودشناسی و خودآگاهی بزرگترین وسیله ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی بوده. آن همچون سپری با اعتماد تفکر و معنویات و رشد ذهنی هر فرد در راه حمایت منفعت‌های ملی نقش باسزا می‌گذارد. در این روند زیرکی سیاسی و اندیشه میهن‌پروری در زمینه آسایش و تحکیم صلح اساس رشد می‌گردد. شرح همکاران ما در این خصوص. در روند گسترش پدیده‌های نو زمانی معاصر، خاصه آموزش تمدن‌ها اصالت ملی ارزش بزرگ داشته برای حفظ و نگهداشت دستاوردها از برخوردهای مجازی خودشناسی چون رسالت مهم شهروندی تقاضا می‌گردد. این است که در جریان افکار جهانی شوی که در فضای مجازی جهان یا خود میدان فراغ اطلاعاتی مرحله افزایش گوناگون اندیشی‌ها دانسته می‌شود. تنها زیرکی سیاسی، جهانبینی وسیع و برخورداری از روندها، مهمتر از همه دانش عمیق میتواند عامل پیشگیری کننده تاثیر منفی بر ارزش‌های ملی گردد. تهدیدهای زمان معاصر روز به روز زیاد شده استادند و از جمله تروریسم، اکستریمیسم، پنج شدن مواد مخدر، اینا یعنی تهدیدهایی هستند که واقعا امروز وضع مرکب سیاسی را از آن هم مرکب‌تر کردند و در چنین شرایط هر یک دولت ملت برای حفظ منفعت‌های ملی، ارزش‌های ملی و منفعت‌های دولت و ملت پیش از همه نقش اساسی دارد، مخصوصاً برای جوانان خودشناسی و خودآگاهی ملی، افتخار وطنداری. یعنی شخصی خودشناس و خودآگاه دارای افتخار بلند وطنداری کوشش میکند که در همه کار و پیکارش، در همه گونه فعالیتش پیش از همه منفعت دولت و ملت در جای اول باشد. در شرایط کنونی تفکر جوانان خاصه رشد ذهنی و دانش‌های علمی مهم بوده با در نظر داشت اولویت‌های ملی، پاسداری دستاوردها و دیگر ارزش‌های مهم ملت از جهانبینی وسیع و زیرکی سیاسی وابسته است. برای تشکل انمی خودشناسی خودآگاهی ملی نقشی سرکرده از عائله، بعد مکتب تحصیلات عمومی، مکتب عالی، جامعه و وسایط اخبار عامه بسیار هم بزرگ است. در همین 30 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروز خودشناسی خودآگاهی ملی جوانان ما در سطح ضروری قرار دارد. در بین همون مثلا جوانان هم قشرهای آسیب پذیری هستند که بعضا با تاثیر فرهنگ بیگانه، تاثیر گلوبالیزاسیون طرفهای مثبت دارد، منفی دارد. ما مثبتش باید قبول کنیم لیکن منفیش باید پیشگیری کنیم. انا در همین شرایط هم نقش خودشناسی خودآگاهی، افتخار وطنداری، افتخار ملی بسیار مهم است که ما در شرایط امروزه زود تغییر یابنده منفعت‌های دولت و ملت حمایت کرده توانیم. در این زمینه حس بلند خودشناسی که از میهن‌پروری و قدرشناسی دستاوردهای ملی تحکیم می‌یابد با دانش وسیع، نظری کامل بر روندهای معاصر، تحلیل و بهاگذاری پدیده‌های منفی، خاصه هویت بلند وطنداری می‌تواند پایه‌های دولتداری را باز هم استوار گرداند. نقش خودشناسی خودآگاهی بسیار مهم است در تشکل دولتداری ملی و در حفظ ارزش‌های ملی و حفظ منفعت‌های دولتی. با نظر داشت این وقتی که امروز جهان معاصر بسیار جهان زود تغییر یابنده است و تهدیدهای زمان معاصر خیلی هم زود تغییر می‌یابند و در چنین شرایط ما باید که به همه دولت‌های دنیا مناسبت نیک داشته باشیم لیکن در نوبت خود منفعت‌های ملی ما حمایت کرده توانیم. نقش خودشناسی و خودآگاهی ملی مخصوصا در بین جوانان که آینده ساز ملت و دولت هستند بسیار مهم است. در این سمت به حیث فرزند باننگ ملت پیشه کردن حق‌بینی و کارهای نمونوی، پاکیزگی زبان و عقیده سالم و سازنده در عمل در واقع تحکیم بخش جریان پیشرفت کشور می‌گردد که از هر یکی ما تنها رسالت شهروندی و وطنداری خودشناسی را تقاضا می‌نماید. منوشهر سلیمان، فرهادی واسع، مقصد اخبار. دوام سالهای صاحب استقلالی با توجه مخصوص حکومت جمهوری تاجیکستان تکمیل انفراساختور راه و نقلیات عملی کرده شده، مخصوصا در دایره تطبیق برنامه‌های مشخص شاهراه‌های بین المللی با استانداردهای زمان معاصر مطابق کرده می‌شوند. در همین زمینه در قطعه شکف قلعه خم به راه اتومبیلگرد کلاب قلعه خم 90% کارهای زمینی انجام یافته در مسافت 13 کیلومتر منفشکنی قبط دوم راه به آخر رسیده است. شرح بیشتر موضوع در گزارش همکارانمان.
یکی از هدف‌های مهم استراتژی دولت رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان به طور مثبت حل گشته ایستاده است. به مقصد نائل گشتن به این هدف تجدید و از نوسازی قطعه شکیف قلعه خنب شاهراه بین المللی دوشنبه کلوب قلعه خنب خاروق مرغاب کلمه با صورت رفته ایستاده است. در ساختمان آن در برابر متخصصان ساحه راه وطنی شهروندان خارجی نیز مهنت نموده ایستادند. یکی از نقشه‌های مهم ساختمان نقب ماشین‌گذار میباشد که با بنیاد آن حرکت نقلیات اتومبیلگر به حد امکان بهتر می‌گردد. برای بنیاد این انشاءات مرکب مهندسی با نیروی هیئت مهندسی تکنیکی که بیشترشان راهسازان تاجیک میباشند، کارهای کفش‌کنی، سیم‌بندی، آماده نمودن حلقه‌های آهنین و دیگر کارهای مهم جریان دارد. تجدید و از نوسازی قطعه شکیف قلعه خنب راه اتومبیلگر با جلب 82 عدد تکنیک و مکانیزم‌های راهسازی با صورت ادامه یافته ایستاده است. از روی لایحه 25 کیلومتر و 640 متر راه موافق معیارهای حاضر زمان ساخته می‌گردد. از روی اطلاع مهندس راهساز محمد جان شیرینجانов عین حال 90% کارهای زمینی انجام داده شده، دیگر کارهای ساختمانی در جریانند. در دایره لایحه کارهای زمینی 1,200,000 متر مکعب میباشند و ساختمان عین حال با درجه بلند با سطح بلند کاری رفته ایستاده است. کارهای ساختمانی از طرف شرکت چینایی چاینا رود ساختمان راه‌ها و کپرک‌ها ادامه دارد. در رفت صحبت با محمد جان شیرینجانov معلوم گشت که در ساختمان راه از طرف شرکت مشورتچی متخصصان صاحب تجربه از کشورهای چین، کره و عربستان رفت کارهای ساختمانی را نظارت می‌کنند. در بنیاد راه 409 نفر متخصصان و کارگران مهندسی تکنیکی به کار جلبند. 374 نفری از آنها از حساب ساکنان محلی میباشند. به این وسیله به حد امکان در ناحیه درواز سطح بیکاری کاسته می‌گردد. علاوه‌اً در رفت کارهای ساختمانی کارگران مهارت خود را صیقل می‌دهند. در نظر است که راه اتومبیلگرد از دو خط حرکت عبارت بوده، پهنایی آن به 12 متر میرسد، قسمت منفرش کرده باشد 7 متر را تشکیل می‌دهد. با مقصدی از تراوش آب‌های موسمی امین نگاه داشتن آن در هر دو طرف جویبارهای آبپرتا ساخته می‌گردند. علاقه قسمت زیادی کارهای ساختمانی انجام داده شدند. وسیع‌کنی راه در خمگشت‌ها ادامه یافته ایستاده تا ماه اوگوست همه کارهای ساختمانی انجام داده می‌شوند. راه مذکور موافق معیارهای حاضر زمان ساخته گردیده در برابر منفرش‌کنی در این موضع یک عدد پول و نقب ماشین‌گذار که زیاده از 300 متر درازی دارد بنیاد می‌گردند. موسم جمع‌آوری علف و دیگر گیاه‌های خودروی برای ذخیره خوراک چاروا در ناحیه‌های کوهستانی ولایت ختلان آغاز گردید. خواجگیداران ناحیه تیمورملک نقشه دارند که برای زمستانی در پیش ایستاده زیاده از 53,000 تن خوراک چاروا ذخیره نمایند. گزارش خدایدادی رجب و اسکندری سعید. از مشاهده‌ها برمی‌آید که بهار امسال سبزش نموی علف‌های خودروی طبیعی در تل و تپه‌ها و موضع‌های شفاف راه‌های ماشینگرد حدود ناحیه تیمورملک خوب بوده. خواجگیداران امکان دارند که خوراک چاروا را برای زمستان آینده به قدر کافی ذخیره نمایند. این است که خواجگی‌های چارواپروری ناحیه با مقصد سری وقت جمع‌آوری و ذخیره نمودن خوراک سرغذایی چاروا از تمام امکانات‌ها ثمراناک استفاده نموده ایستادند. در برابر سفربر نمودن تکنیک یاری رسان همچنین با جلب نیروهای زیادی کاری طریق حشر در تمام موضع‌های سرسبز حدود ناحیه در روی علف‌های طبیعی ادامه دارد. امسال در ناحیه ما 52,371 تن نقشه پیش‌بینی کرده شده است که تا امروز 3,350 تن در همه شکل خواجگیداری ذخیره کرده شده است و علاقه در خواجگی‌های جمعیتی و اهالی دره و ذخیره خشک آغاز گردیده است. بنابر معلومات‌های ریاست کشاورزی ناحیه تیمورملک عین زمان در همه شکل‌های خواجگیداری ناحیه 43,351 هزار سر مال میده و 7,481 هزار سر چاروای کلان شاخدار پرورش می‌یابند. طور متخصصان ساحه ابراز می‌دارند در زمینه امکانات‌های فراوان طبیعی خواجگی‌های چاروداری ناحیه امکان دارند که سرشمار چاروای خرد و کلان شاخدار را زیاد نموده با این وسیله در تامین اهالی کشور با محصولات گوشتی و شیری سهم بیشتر گذارند. خواجگی زادپروری اولیچابلوک از خواجگی‌های پیشرفته ناحیه تیمورملک محسوب می‌یابد.
که با پرورش گوسفند مهین پشم دروازه مشغول بوده، عین حال سرشمار چاروای آن به بیش از 5000 سر رسانیده شده است. در این شب روز چاروداران خواجگی زادپروری کنگورد ناحیه نیز جهت سری وقت ذخیره نمودن خوراک چاروا سعی و تلاش دارند. در داخل خواجگی موافق دورنما 1200 تن نقشه خشک داریم. الکی نقشه خشک ما سر کردیم. در هر یک کشر در داخل کشر با مقدار 80 تا 120 تن خشک ذخیره میکنیم. طبق اطلاع مسئولان ریاست کشاورزی ناحیه تیمورملک، از آغاز موسم درو خواجگی‌های زادپروری ناحیه زیاده از 4000 تن خوراک چاروا ذخیره نمودند. با مقصد سری وقت جمع‌آوری و ذخیره نمودن خوراک چاروا با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه نقشه چاره‌بینی‌ها تشکیل داده شده. در روزهای استراحتی کلکتیوهای مهنتی کارمندان تشکیلات و اداره‌های ناحیوی به مدد دهقانان و چاروداران برآمده در تامین دورنمای سالانه ذخیره خوراک چاروا از حساب علف‌های طبیعی سهم خود را گذاشته ایستادند. امسال در ناحیه ما ذخیره خشک و سالهای گذشته برابر نیست و همه این نگاه نکرده از تمام امکانیت‌های داخلی و بیرونی استفاده برده. از تمام نمودهای علف را از کارتوشکایی که ما حاصل می‌گیریم برگ پایه همین را حتی ما همین خیلی توصیه دادیم که همین هم برای ذخیره نمودن خشک همین سالا که کی میدونه که مثال الکی پیش میومده که چه خیلی میامون که سرد بیاید که این ما چندین بار دیدیم همه همین رو ما استفاده بوده ذخیره کرده هستیم. خواجگیداران ناحیه تیمورملک از رفت کارهای صحرایی و تشکیل و براه ماندن معرکه درو علف‌های طبیعی اظهار قناعتمندی نموده اطمینان دارند که دورنمای سالانه جمع‌آوری خوراک چاروا را بر زیاد اجرا می‌نمایند. خدایدادی رجب، اسکندر سعید برای برنامه اخبار از ناحیه تیمورملک. بیننده‌های گرامی، برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. نخست آزمون ادبی اعجاز سخن کل ایجادکاران کمیته تلویزیون و رادیو و زیرساختارهای آن را به هم آورد. در دایره اقدام و تشبس‌های معارف پرورانه و خیرتمندانه پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بار اول در کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزمون اعجاز سخن تشکیل کرده شد. اشتراکچیان آزمون از روی دو نامیناسیا شرکت کرده دانش و ملکه و مهارت سخنوری را از روی مطالعه کتاب‌ها از جمله قرائت شعر و غزل معرفی نمودند. گزارش نوریدین قربان و خورشید حسین از جریان برگزاری آزمون اعجاز سخن در کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. از خود کردن کلام بدیع در زمینه مطالعه اثرهای بدیعی، مهارت بلند سخنوری و اسلوب خاص قرائت شعر در دایره آزمون ادبی اعجاز سخن، هیئت ایجادی رسانه‌های تلویزیون و رادیو لیاقت سنجی کردند. در آغاز آزمون ادبی اعجاز سخن، یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل اجتماعی و رابطه با جامعه امامعلی نصرالدین زاده، رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نوریدین سعید و اهل ایجاد کمیته و زیرساختارهای آن اشتراک داشتند. تاکید کرده شد که آزمون ادبی اعجاز سخن در پیروی به هدایت‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد ارجاگذاری به ارزش‌های ملی و فرهنگی و تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، تکمیل ذخیره لغوی و رونق دادن جهان معنوی کارمندان تمام واحدهای ساختارهای کمیته تشکیل کرده شده است. از روی نامیناسیا کتابخوانی در آزمون امروز اعجاز سخن اشتراک میکنم و واقعا هم این اقدام سری وقتی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد که در حاشیه آزمون فروغ صبح دانایی برگزار میگردد و این بسیار خوب است، چون بار دیگر ما میتوانیم اثبات نماییم که اهل قلم امروزه نیز از کتابخوانی از شعرخوانی واقف هستند و در زیر سیاست امروزه پیش گرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کار و فعالیت خویش را براه مانده ایستادند و ما نیز با یک دست و دل گرم آمدیم تا در این آزمون اشتراک کرده باشیم، توانیم نیروی خود را بسنجیم، زیرا که در همه دور و زمان محض علم فروغ دانش است، محض علم روشنگر راه حیات ما انسان ها است. موردی ذکر است که آزمون اعجاز سخن بار اول است که در بین کارمندان کمیته تلویزیون و رادیو خاصه ایجادکاران گذرانده می شود. طبق نظامنامه آزمون از روی دو نامیناسیا کتابخوانی، همه نوع آثار بدیعی علمی و شعردانی گذرانده می شود. طبق اطلاعات در آزمون بیشتر از 150 نفر داوطلب از حساب هیئت ایجادی و کارمندان تکنیکی تمام واحدهای ساختاری کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان
توجیکستان از کل مناطق جمهوری اشتراک میکنند. در این زمینه در آزمون اعجاز سخن اشتراکداران مهارت سخنوری، قرائت شعر، مضمون و ماهیت کتاب‌های مطالعه کرده خود را معرفی کردند. هر نفر برای اشتراک در آزمون تیاری خوب دیده برای به دست آوردن غالبیت و سنجیدن دانش و ملکه خود تلاش ورزیدند. اشتراک در این آزمون بار دیگر به ما امکان فراهم آورد که ما مهارت خود را صیقل بدهیم و من به پیشروی ملت محترم امام علی رحمان اظهار سپاس می‌نمایم که چنین آزمون ها را تشکیل نمودند. اینجا ما نه تنها برای غالب آمدن اشتراک می‌نماییم، بلکه اینجا برای دانش آموختن و دانش خود را صیقل دادن اشتراک می‌نماییم. وقتی که ما کتاب می‌خوانیم الکی خود را در دنیای دیگر تصور می‌نماییم. کتاب خواندن به انسان روحیه تازه می‌بخشد. کتاب خواندن راه انسان را در زندگی باز می‌کند و به هر یک مقصد و مرادش رسانیده می‌تواند. از جانب حکمان در جریان ارزیابی مهارت داوطلبان به موضوعهای وطن و وطن دوستی، انعکاس سهم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در تحکیم دولتداری ملی، وحدت و یکپارچگی تاجیکستان، توصیف غایه‌های استقلال، ترنم دوستی و رفاقت، آزادی و آسایشتگی، صلح و ثبات، موضوع آب همچون سرچشمه حیات، انسان دوستی، خیر و سخاوت، نکوکاری، وصف جشن‌های نوروز، تیرگان، مهرگان، صده، عشق پاک انسانی، احسانکاری و تصویر طبیعتی زیبای وطن برتری داده می شود. در کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزمون تحت عنوان اعجاز سخن برگزار گردیده ایستاده است که من نیز همچون یک جوان و همچون یک ایجادکار در این آزمون اشتراکچی هستم. آزمون که بار اول در کمیته برگزار می‌گردد و من نیز اشتراکچی هستم و کوشش می‌کنم که از خود یک مهارت خوب نشان داده سزاوار جای نمایان گردم. باید ذکر نمود که طبق نظامنامه اشتراکچی آزمون در انتخاب زبان ضمن خواندن و از خود کردن آثار ادبیات تاجیکی و خارجی ترجمه و یا اصل آزاد بوده در بیان رمان، پوست، حکایه، نویلا و دیگر ژانرهای ادبی، اینچنین اثرهای علمی و دیگر آثار نثری و قرائت شعرها، غزل، قصیده، رباعی، دوبیتی، پارچه‌ها از داستانها و دیگر ژانرهای لیریکی از دلخواه زبان استفاده نمودند. برای بهاگذاری به استعداد داوطلبان جدول 10 خانه مقرر کرده شده است. در آزمون مذکور از همه مناطق کشور کارمندان هم ایجادی و هم تکنیکی تلویزیون و رادیو شرکت ورزیدند و البته آزمون در یک سطح بلند تشکیلی برگزار گردید و ما نیز گروهی از ایجادکاران، روزنامه‌نگاران از اداره تلویزیون و رادیو ولایت سوخت در این آزمون اشتراک نمودند و البته اشتراک خود در آزمون این غالبیت است و هر یک نفری که در آزمون اشتراک می نماید واقعا هم یک روح الهامی تازه می گیرد، یک غذای معنوی می گیرد و در آینده نیز کوشش می نماید که به دستاوردهای بلند نائل گردد. در روز اول آزمون 40 نفر از روی هر دو نامیناسیون مهارت خود را در نزد هیئت داوران نشان دادند. موافق نظامنامه غالبان آزمون اعجاز سخن از جانب کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مکافات‌های پولی قدردانی کرده می‌شوند. مهارت اشتراکچیان را هیئت بلندپایه حکمان از حساب شاعران و عالمان و ادبیات‌شناسان موفق در هر دو نامیناسیون سنجیدند. مقصد برگزار کردن آزمون ادبی اعجاز سخن بلند برداشتن ذوق کتابخوانی و شعردانی، وسیع کردن جهانبینی، تقویت نیروی ذهنی و مهارت ایجادی و سخنوری و ملکه کسبی، ارجگذاری به ارزش‌های ملی و فرهنگی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، تکمیل ذخیره لغوی و رونق دادن جهان معنوی کارمندان تمام واحدهای ساختاری کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار می رود. نوریدین قربان، خورشیدی حسین برای برنامه اخبار. بیننده‌های گرامی، چنین بودن خبرهای برای این ساعت آماده شده. حالا توجه نمایید به سرخط گزارش‌های برنامه تحلیلی تاجیکستان در تهیه همکارمون فخرالدین محمد یوسف. سلامت باشید.